مثل خر کار کردیم، پول فرستادیم، 2 ماهی بعد زنگ زد گفت برای تو زن گرفتیم. درد نکند که بابا برای ما زن گرفتیم، ما زن را ندیدیم. این خیلی مهم است. 1 سالی گذشت است دوباره زنگ زد که پول برای ما بفرست برای تو عروسی بگیر. بابا که عروس تنها است، داماد بغلش کی میشیند؟ فقط ما پول کار میکنیم، پول میدیم. کی عروس است کی داماد است؟ گفت خفه شد پوستش پول بفرست که ما اینجا عروسی است. وقت راسته ما پول فرستادیم، 6 ماهی که گذشت است. گفت چرا پول نمیفرستی؟ تو خود دیگر چی است که عروسی کنم ما نیامده‌ایم؟ گفت پوستش بچه‌ات به دنیا آمده است، چرا پول نمیفرستی؟ گفتیم بابا کی کرده است، کی خورده است، چه خبر است؟ افغانستان چه کار میکنید؟ حالا که به افغانستان رفتیم بچه به ما نمیگوید بابا، بچه که ما را دیده است به ما میگوید پوستش پول